بریم برای تعویض فیلتر آبی، فیلتر گازوئیلش. این چراغ فیلتر رو روشن میشه تو صفحه کیلومتر. تعویض کنیم. وقتی این فیلتر کثیف میشه باعث میشه اون چراغش داخل آمپر صفحه کیلومتر روشن بشه، از خطا بزنه. اینگش میباید حتما تعویض بشه. اینجا بخوره. خب خطای آبگیر چراغ پاک نشد، ولی سراغ سیمکشی و سوکت. اینجا ببینیم سیم لخت کرده، رو کشوش رفته و به هم دیگه میچسبیدن. این باعث میشد که خطا رو دوباره بزنه. بریم برای رفع عیب و این سوکت رو درستش کنیم و ببریم. سوکت رو آوردیم خدمت آقای اسکاسم، در بیاره سیماش رو بس کنم. بریم ببندیم. اسکاسم خسته نباشید. اسکاسم برقکار نمونه و تو ایسوزو حرف اول میزنه تو کرج اسکاسم. کارش درست، هم از برق هم از جدیدن هم الان سیستم آمپر دیجیتال آب و برق رو وصل میکنه. در خدمت گذاری حاضرین. سیمکشی رو درست کردیم، اوکی شد و داخل کیلومتر هم صفحه کیلومتر چراغ خاموش شد. یه چراغی روشن نمیمونه. ناصر